خب در خدمت هستیم در سواحل خلیج فارس. دوستان عزیز، در خدمت آقای مهندس یاسرخان گل، آقای دکتر پرویزخان زیبا و خودم. خب الان برنامه چیه؟ کجا میریم؟ الان میخوام بریم سالمی غذا بخوریم. چلو کباب مستی بزنی صورت صفا سیتی سرندپیتی. نه آقا پرویز گل. بزنیم خونه یاسر معلومه؟ نه معلومه. راست میگه، همینه دیگه. این خینه اینوری که میبینی؟ اینا ماشیناست. میتوشی مال منه و اونم مطمئن یاسره. پشتی هم همین بغل درخت هم خونه یاسره. اینم جنگل های زیبای کویت. آره اینا حیات وحش رو خیلی مواظبن. واردن چند سال بودن خرسا رو میشناسن. بعضی خرسا هستن که میگن لباس سفید میپوشن و یه پارچه سفید میندازن رو سرشون. اونا خرسا خاصن فقط توی منطقه وجود دارن که گرما زندگی میکنن. اینا خرسای خط استوایی ان. خط استوایی. بعد وقتی بنده خدا هم رفته تو آب ماهیگیری کنه. نمیدونه. نمیدونه هیچی پیدا نمیکنه حتی چیز باقی رو. بعد همین دیگه ما بریم نهار رو بخوریم و شما رو به خوش ما رو به سلامت.